ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. آیت 20 سوره توبه. آیات قبلی الله متعال معیار برتری و سرفرازی را بیان کرده بود که کدام چیز است. البته دو نظر دو موجود است. یکی است که کفار، کسانی که اعمال نیک در زمان حالت کفر خود انجام داده بود سر از او افتخار میکردند. الله متعال او اعمالی که در حالت کفری بنابر عدم عقیده و ایمان موجود باشه به نزد الله قابل قبول نیست. یک تعداد مردم آب دادن حجاج و همچنان خدمت بیت الله را عمل نیکی خود پنداشته سرش افتخار میکرد در حالی که ایمان موجود نبود. الله متعال در اینجا رد کرد بالای کسایی که اعمال نیک انجام میده. چرا؟ انجام اعمال نیک از دو جهت میشه. یکی که روی عقیده و مفکوره می باشه، یعنی کسی که عقیده به الله متعال داره به خاطر رضامندی و خوشنودی الله متعال اعمال انجام میده، او عمل به نزد الله متعال مقبول است که او در مؤمنا پیدا میشه نه در کفار. اما کدام عملی که از روی عقیده و مفکوره نباشه بلکه محض به خاطر از اینکه وظیفه آبایی و اجدادی ماسته، او به نزد الله متعال قابل قبول نیست. پس اینجا الله رد میکنه بالای او اعمال نیکی که از دست کفار صادر میشه لیکن برای خوشنودی و رضامندی الله متعال نیست. و اشاره به مو شرط اساسی قبولیت عمل است که هر عمل دو شرط اساسی برای قبولیت خود داره که یکی خالص کردن عمل برای الله متعال است و دوما به نقشه پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل انجام دادن است. و بنابر یک روایت گفتگوی در پیش منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین صحابه کرام صورت گرفته بود که هر کدام یادآوری میکرد که بعد از اسلامم اگر من هیچ عملی شایسته و نیکی نداشته باشم امی دادن آب برای حجاج برم کافی است. دیگهش میگفت خدمت بیت الله برم کافی است. عمر رضی الله عنه وقتی حالات دید گفت شما اختلاف کردید بین خود، من این موضوع را حل میکنم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم میروم. امو بود که پیش پیامبر علیه السلام رفت، زمان سوال کرد که کدام عمل خیلی بهتر است. اینی آیات ها نازل شد و الله متعال در اینجا بیان کرد که اعمال دو قسم است. یکی او اعمالی است که توسط از او حفاظت اعمال دیگه میشه و یکی او اعمالی است که به آرامی و راحت انجام داده میشه. دادن آب برای حجاج و خدمت بیت الله کردن در حالت راحت و امن است. اما یک کسی که جان خدا فدا میکنه برای حفاظت سرحدات دین دیگه او آدم عملش خیلی بهتر است. یا اردو آدما با هم اجگاه برابر شدن نمیتونه. این شاهدی الله متعال بود. از همون خاطر در این آیتی که فعلا ما و شما میخوانیم الله ترغیب میده هجرت و جهاد در راه الله را. یعنی مؤمن واقعی کسی است که همه هست و بودی که داره چون از الله متعال از جانب الله متعال برش داده شده در پیش الله متعال قربان میکنه، هیچ وقت دریغ نمیکنه. این نشانه کمال ایمان یک انسان است. در حالت راحت هر انسان لفظ زده میتونه، اما کسی باشه که واقعا از همه چیزی خود در راه دین الله تیر باشه او را مجاهد گفته میشه. از او خاطر الله در اینجا درجات و مراتب امچو مردم را بیان میکنه. الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن. شما میبینی که اولین چیزی که برای هر فرد خیلی مهم و ضروری است عقیده صحیحه است. تا زمانی که عقیده صحیح نباشه هر قدر اعمال نیک انجام میده یک انسان ولو خود قربان کردن باشه. اون مجاهدی که زمانی که مرمی میخوره میموره لیکن در گردنش تاویزا پندکا میباشه عقیدهش است که نعوذ بالله مرا فلانی زیارت نگاه میکنه، از هر زیارت خورده را جمع کرده در گردن انداخته و هیچ کدام فضیلتی نداره به خاطر که عقیده صحیح موجود نیست. اصل گپ است که مهم برای مؤمن صحت عقیده است و هرگاه عقیده صحیح شود عمل خود به خود مرتب میشه بالای عقیده صحیحه. یک کسی که دار و دیار و اقربای خود ترک میکنه هجرت میکنه بر وطن دیگه در حالی که روبرو میشه با مشکلات خیلی زیاد، یا کسی که جان خود قربان میکنه
این همونطور نمیشه تا وقتی که عقیده صحیح نباشه، چرا که خود پیش کردن در اینطور مصیبت ها و تکالیف بدون مفکوره و عقیده نمی باشه. از همون خاطر است امتیاز بزرگی که برای مسلمان ها در مقابل کفار موجود است. مسلمان عقیده و مفکوره داره، کافر عقیده و مفکوره نداره. از همون خاطر است که مسلمان مرگ به پیشش یکی از جمله سوغاتای مهم است، بلکه در دنبالش چشم درد میگرده که کاش که همینطور مرگ برم حاصل شود. اما کافر از مرگ هراس داره. خب بله، اگر مسلمان از مرگ ترسید باز او وقت امو عزت برش نیست. از امو خاطر پیغمبر علیه السلام فرمود که یک وقت میشه که کل امتهای کفار سر شما جمع میشه، مثل که شما در سر دسترخوان جمع میشه، یعنی مثل که مردم ها سر دسترخوان با هم جمع میشه، کفار سر مسلمان ها جمع میشه. صحابه سوال کردن که یا رسول الله دو وقت ما کم هستیم؟ پیغمبر علیه السلام گفت کم نیستی، لیکن دو چیز در شما پیدا میشه. یکی کراهیت موت است، یعنی مرگ شما بد میبینه، از مرگ هراس داره، ترس داره. دوم محبت دنیا. الله متعال رحم بکنه، این دو مرض فعلا در تمام امت به صراحت دیده میشه. اینی سبب بدبختی امت اسلامی گشته که همیشه غلام و چاکر دیگرها خود قرار داده. الله رحم بکنه. سنام اسلام یا کوهان شطور مثل که از دور معلوم میشه و شطور توسط از او شناخته میشه، در اسلام سنامش جهاد است. تا وقتی که موضوع جهاد بالا باشه عزتمندی مردم مسلمان بالکل نمایان است، اما زمانی که جهاد نباشه مسلمان ها عزتمندیش نیست. الله چقدر دقیق میفرماید الذین آمنوا، کسانی که عقیده کردن. هرگاه که در قرآن کریم کلمه ایمان ذکر میشه مراد از پیش ایمان قرآنی است. ایمان مردم عوام نیست که محض کلمه را در زبان بخوان و خلاص تو مؤمن شدی. ایمانی که در قرآن تشریح میشه و هاجروا، ترک کردن دار دیار اقربای خدا، خانه و کاشانه خدا. عجیب است که یک انسان سالا زحمت کشیده، برای خود جای راحت و مسکن گزیده و همچنان در پالوی دوستای خود زندگی بکنه و برای خود اسباب آسایش و آرامی و عزت فراهم کرده، اما زمانی که فرمان الله میشه و در اینجا مراسم اسلامی را انجام داده نمیتونه، این را ترک میکنه. این دلیل بالای کمال صداقت ایمان یک انسان است. هجرت گپ عادی نیست، دار و دیار ترک کردن گپ عادی نیست. دل آدم کنده نمیشه از خانه و کاشانه خود انسان. این به خود عقیده قوی کار داره. او کدام عقیده است؟ کسی که باور داره که به هجرتم الله متعال از این منزل و از این خانه و از این اقربا کده بهترین اقربا، بهترین منزل و کاشانه را الله برم میده. و این زمان بی باشه که عقیده آخرت یک انسان سخت پخته شده باشه، باورمند شده باشه، مستحکم شده باشه، این کار کرده میتونه. از امو خاطر است که الله متعال این قسم حالت برای هر کس نصیب نمیکنه، بس به مردمان نصیب میکنه که اون مردما چی هستن و واقعا باور قوی دارن بالای گپ. بعد از او و جاهدوا فی سبیل الله، بعضی مردما هستن از افغانستان ما وقتی که ما مجبور به هجرت شدیم ما دیدیم یک تعداد مردم ما در اروپا و امریکا رفتن. امروز آمده خواندنای زیاتی را سری مردم افغانستان هم میکنه. اما مردمی که زحمت کشید، محنت کردن و روسا با اونمو زحمتای خود الله متعال به سبب ازی افغانستان رسوا و شرمنده کشید شانه، امروز ها آمده وارا تفنگ سالار میگه نعوذ بالله و او را لقبای غلط میده و یک تعداد مردم امی لقبا را خوش هم میکنه. یاد داشته باشه مجاهد است. توسط عمل بد یک فرد جهاد امو حیثیتی که داره از بین نمیره. مجاهد کدام قدر و قیمتی که داره و از بین نمیره. ولی افسوس است که یک تعداد مردم بنابر محبت دنیا امی کلمات قطعی از زمزمه میکنه و ایرا نعوذ بالله رشخندی و مسخره سری جهاد و مجاهدین تلقی میکنه. این پس اوقات میشه که انسان از دایره اسلام هم بکشه، نعوذ بالله در دایره کفر داخل بکنه. ما دیدیم مردمایی که سالا نه در وطن اشک ریختن، نه در وطن خون ریختن، نه یک روز دست دعا را بالا کردن، رفتن در بغلای امون و بادارای خود خو کردن، نه نماز بود نه روزه، تمام عمر به حجاب بی دین زندگی تیر کردن. امروز میاد در افغانستان داد میزنه که ما زعامت افغانستان هم در دست بگیریم، حکومت بکنیم. تاسف است به این ملت که چه قسم کسی را انتخاب بکنه برای زعامت خود. این بسیار سخت است. ما خود طرفدار کسی نیستیم، از هیچ کس
به هیچ وجه دفاع نمیکنیم، ما از حق دفاع میکنیم، حق است. ولی کسی که جهاد بدنام ساختن قابل قبول نیست که به نام مجاهد برای خود رای بگیره، یوم درست نیست. اسلام برای مجاهد مواصفات را قائل است، مشخصات را قائل است، به امام و زعیم مواصفات را قائل است. ما اسلام اعلا کردیم، دنبال دموکراسی ها دویدیم و بازم میگیم که خیر و رحمت الله بیا، در وطن خیر بیا. زمانی که تو نظام اسلام ترک میکنی، به الله قسم اگر خیر ببینی. ایرا بدانی مسلمان، این طمع توقع را نداشته باش که تو قانون والای اسلام ترک میکنی، دستورات تعیین زعامت توسط قانون قرآن نیست، بنابر قانون دموکراسی لادینی می باشه، بازم تو خیر توقع داری. ایرا قطعا از ذهنت بکش، را خیر به چشم سر دیده نمیتونی، بلکه شر اضافه شده رایسته. چرا؟ به خاطر که خیر در دین است، خیر در اقامه دین است، لیکن تو خود به او عقیده نداری، به دموکراسی نظر دادی، او را ترجیح دادی، او را ارزش دادی، از او خاطر توقع خیر نداشته باش. مهاجرین یک تعداد دیگه هم بودن، رفتن در ممالک ایران و پاکستان، عالی مکمل تجارتایش روان است. یک روز پس در افغانستان روی خود دور نداده و یک روز مرمی را هم در مقابل دشمن فیر نکرده و حتی خبر و آگام نشده. ایرا مهاجر نمیگه. الله متعال اینطور مردم را مدح و توصیف نمیکنه، او مردم را توصیف میکنه که وجاهدوا فی سبیل الله، بعد از ترک دار و دیار خود، اقربا و وطن خود، پس جهاد در راه الله کردن. باز جهاد کدام قسم جهاد؟ ما دیدیم جهاد کردن برای تنظیم، برای حیثیت نگاه کردن قوم خود، او جهاد نیست. قرآن کلمه فی سبیل الله را میمانه. اگر یک آدم خیلی شهامتکاری کرده، خیلی قهرمان سالاری کرده، اما به خاطر رضای الله نباشه، برای تحقق ساختن اهداف تنظیمی خود باشه، او را مجاهد گفته نمیتونیم، قطعا گفته نمیشه. اگر 1000 نفر شکست داده باشه، قتل کرده باشه، لیکن او مجاهد شده نمیتونه. مجاهد کسی است که به خاطر رضای الله در راه الله جهاد کرده باشه. این نکاتی که قرآن ذکر میکنه پیش مردم نادیده است، حالان که این نکته ها را قرآن برملا میسازه. در راه الله مبارزه کردن، طاقت و توان خود خرج کردن، اینی مردم الله مدح میکنه. چی رقم جهاد کردن؟ به اموالهم و انفسهم، هم به مالای خود هم به نفسای خود. مثل که جهاد به نفس قدری بیشتر به نزد الله داره، جهاد به مال هم بسیار پیش الله قدر و قیمت داره. چرا؟ جهاد به نفس هم بدون امکانات مالی قطعا ممکن نیست. یک دوست ما اگر در سر کو با امرای کفار جنگ داره، یک نفر دیگه اسلحه از او را آماده میکنه. پیغمبر علیه السلام خود فرموده من جهز غازیان، کسی که آمادگی و تیاری برای غازی میگیره و او را مسلح میسازه، مثل که غذا را خودش کرده باشه. از او خاطر یک تعداد دوستایی که در اوتور میدانا باشه، دیگران را حتی بسیار رشخند میکنه و نادیده میگیره. ایگه پاره در زین بگیره. قرآن کریم در اردو نکته اشاره میکنه. الله چی میگه؟ مردم ها کدام مردم است؟ اعظم درجه عند الله، بزرگترین درجه است به نزد الله. معرفت ذکر نکده، این درجه را نکره ذکر کده، اشاره به عظمتی درجه است. چقدر بزرگ درجه است به الله معلوم است. ما در احاطه علم خود آورده نمیتونیم که چقدر درجه است که الله برای مجاهد داده، ولی به شرطی که اینمی مشخصات داشته باشه. قرآن کریم در ضمن ازی که مجاهد توصیف میکنه، اما نکات که سبب رفعت حیثیت عظیمش او را برملا میسازه. او چی است؟ قربان کردن مال و جان. همین دو چیز برای انسان همیشه خیلی فطرتاً محبوب می باشه. محنت سرش میکنه، زحمت سرش میکشه و اردو را در راه الله پیش کرده. از همون خاطر امروز ما نیاز هم به جهاد جانی داریم ولی هم به جهاد مالی داریم. جهاد مالی ما امروز ضرورت بیشتر است، به خاطر که شبکه های کفری تلاش زیاد داره، تلاش میکنن که نعوذ بالله نصرانیت بیدینی را در بین توده های مسلمان شایع بسازه و کوشش ها میکنه که حتی مردم وادار به این بسازه که نعوذ بالله دین نصرانیت قبول بکنه. پس ما نیاز و ضرورت به این داریم که مراکز تعلیمی قرآن و سنت ما قوت ببخشیم توسط خرج مصرف کردن مال خود. دوستانی که و آماده شدن، موتر گرفتن و کمک های دیگری را در این مرکز
درس قرآن کردن و اینطور فکر بکنه که یک سنگر مهم جهاد زنده نگاه کرده و الله یار نادیده نمیگیره، الله متعال قبول دربار خود بگردانه. و اولئک هم الفائزون اعظم درجه عند الله. این مرتبه نیست که در دنیا کسی ببینه، مرتبه است که به نزد الله قدر و قیمت داره که در روز قیامت واضح میشه که چقدر قدر و قیمت داره. یعنی تفاضل در عمل و موجود است که آدم تمام امور خود به خاطر رضای الله کرده. و اولئک هم الفائزون، اینمی مردم ها واقعا کامیاب است، یعنی از هر نوع عذاب مسئول و محفوظ هستند و عملش قابل قبول الله متعال است. فائز کسی را میگه که تمام محنتش زحمتش به ثمر باقی نمانه، کدام زحمتی که کشیده ثمرش به دست بیا. مؤمن واقعی چون به خاطر رضای الله حرکت کرده عملش الله نادیده نمیگیره، هم در دنیا عملش مقبول، هم در آخرت الله پاداش میده. کدام پاداش است؟ یبشرهم ربهم برحمت منه. سه چیز در اونجا موجود بود، یکی ایمان بود، دوم هجرت بود، سوم جهاد بود. الله متعال سه نعمت بزرگ در مقابل ذکر میکنه. یبشرهم، خوشخبری میده به این طور مردم ها، ربهم، او ذاتی که مالک و متصرفی از یاست. اشاره به این میکنه که الله اینقدر محسن ذات است، امی انسان امی مالش کلش ملک الله بود، در تصرف الله بود، دمی مرتبه و مقامم الله رسانده، از او خاطر باید مصرف کنه. برحمت منه، برحمت از جانب خیش. تو قدم برای دین الله بالا کو، باز میبینی که رحمت الله چطور شامل حالت میشه. رحمت الله تنها مال و منال نیست که مال و متاع دنیا در دستت بیا، بزرگترین رحمت الله صحت عقیده، درست شدن ایمان انسان است. زمانی که عقیدت قرآنی شد، از این کده نعمت بزرگ نیست. تو اگر قدم بالا برای دین الله میکنی، الله تو را شامل رحمت خود میسازه و رحمت منه از جانب الله است. دوم و رضوان، و دیگر رضامندی که از جانب الله میشه در روز قیامت که فوق تمام نعمت است. و جنات، این طور باغ‌های است، این را مطابق فطرت انسانی که این چیزا را خیلی خوش داره الله بیان میکنه. لهم فیها نعیم مقیم، که برای ازیا در اینمی جنت ها و باغ‌ها نعمت‌های است. اون نعمت‌های موسمی نیست که یک موسم باشه و موسم دیگری نباشه، مقیم همیشه و دائم است. خالدین فیها ابدا، همیشه هستند. در این جهت در نعمت‌ها سه صفت ذکر کرده، نعمت‌هایی که موسمی نیست و خود شاید نعمت‌ها همیشه باشه، خودی از یا کشیده شوه، مثل که در یک باغ میوه است، صاحب باغ تو را میکشه. الله میگه نه، خالدین فیها، همیشه هستند در این جنت‌ها ابدا مکمل، یعنی یک لحظه هم از این نعمت‌ها دور نمیشه. او چرا نه؟ ان الله عنده اجر عظیم، یقینا الله متعال در بارش پیشش اجر عظیم است. این چی میکنی؟ الله که کدام پاداش به این مجاهدین میده، او به الله معلوم است که چقدر عظمت و بزرگی داره. الله کل ما و شما را یا مجاهد یا خادم مجاهد یا معاون مجاهد جور بکنه، در غیر از او هلاک هستیم، یقینا هلاک هستیم. اگر ما کلمه جهاد، تقویت جهاد فراموش کردیم، باز به ذلت زندگی میکنیم، قطعا ذلت نصیب ما میشه، نعوذ بالله. پشتی سر براتون میخوانم که الله برای ما میگه اگر ترجیح دادی سر جهاد امور دیگره چی حالت صورت میگیره. الله برای ما میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده. تقاضای ایمان چیست؟ کسی که ایمان دعوا داره، لازم قطع ایمان یا مقتضیات ایمان چی است؟ لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، شما پدرایتان برادرایتان به دوستی نگیره. اینجا مراد از دوستی تابعداری در کارهای کفر و شرک از واس، نعوذ بالله. کمک امرای از وا در کارهای امور رسم و رواج از واس و ترک کردن جهاد است به خاطر از وا، به خاطر که در مقابلم پدر و برادر قرار داره. کی ان استحب الكفر علی الایمان، اگر وا ترجیح دادن کفر بالای ایمان، پدریت است برادریت است ترجیح کفر بالای ایمان داده، تو او را به دوستی گرفته نمیتونی. الله چی میفرمه؟ و من یتولهم، کسی که دوستی بر ازیا داره اطاعتشان نمیکنه، به خاطر از وا ترک جهاد کرده، کارهای از وا را تقویت میبخشه، منکم از جمع شما، فاولئک هم الظالمون، این مردمایی است که حدود الله را مراعات نکرده، بیرون شده از حدود الله متعال. شما ببینید که مردما به خاطر اقربا پروری دین پایمال کردن، لحاظ الله و رسول الله را نکردن،
الله متعال سرزنش میکنه، نکوهش میکنه این مردم را که شما چرا اینطور حالت در پیش میگیری. هیچ چیز محبوب از دین نیست، دین الله مقدم است از همه چیزا. حالی بر ما الله متعالی را میگه که تعلقی که با الله داری هیچگاه با تعلقی که نعوذ بالله ولو در نسب قطش شریک باشه که دشمنی با الله داره قطش یک جا شدن نمیتونه. ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه پدرش جراح در جنگ بدر یک درود دمی روش می آمد. بچه خودت کناره میکرد که پدر در مقابلش نبیاید، لیکن او باز هم در دمی روش آمده رایی بود. او قصد داشت بچه خود اول از بین ببره، اما بچه خود کناره میکرد که مبادا پدر به دست ما کشته شود، لیکن نمیگذاشت. آخر خودش پدر کشت. الله متعالی آیتها را به می خاطر روان میکنه که صحابه چقدر ایمان قوی داشتن. پدر، برادر، اولاد و زن ذکر نکرده. اولاد و زن همیشه تابع انسان میباشه. از او خاطر اینجا تنها پدر و برادر ذکر میکنه که دوستی از یا مانع جهاد نشوه. با این طور مردم دوستی نکو که کفر ترجیح میده. امروز ببینه مردم چه حالت در پیش گرفته که نعوذ بالله به خاطر دوستی برادر و پدر خود بگذار، امو رشته و قومش اگر او غلام و چاکر یهود و نصارا شده تو امروز معاونتش کرده رایستی. ای آیت قرآن کریم خوب دقیق شوه، خوب بشنوه. ای آیت برای ما و شماست. ما براتان گفته بودم سوره براءت حالات حاضره را برای ما مکمل تفصیل میکنه، تشریح میکنه. صرف به خاطر از اینکه در قومش هستی، در سمتش هستی، در زبانش هستی، در تنظیمش هستی، ولی او نعوذ بالله غلامی و نوکری یهود و نصارا را میکنه، تو معاونت میکنی. تو به خاطر اینمی دوستی معیار دین در نظر نمیگیری. بفهمی که فاولئک هم الظالمون. به الله قسم از این آیت برآمده نمیتونی. مسلمان تو باید بدانی قرآن به می خاطر آمده که ما را بیدار بسازه، ما را بفهمانه که ما چه قسم عملیه زندگی خود جور بسازیم. امروز ببینی مردم در کدام طرف، در کدام سمت روان است، چطور مردم در بدر است. این دنیای کفرم نمیخواه در این وطن امن و آرامی بیا. چقدر وقت میشه 2 ماه مکمل مردم کار و روزگارش معطل قرار داده شده. شما ببینید چقدر اضطراب و پریشانی شامل حال مردم شده. علتش چیست؟ این دنیای کفری را نمیخواه. این موضوع حل میشه آسان گپ است یا نمیخواه که حل شود؟ بانکی مردم غریب، بیچاره، آواره، پراگنده، فقیر، هیچ وسایل کار و روزگار برش مهیا نباشه، دستش دراز به مو کافرا باشه. پشتی سر قرآن بر ما میگه. امی گپا را هم بر ما واضح میسازه که ما را در کدام حالتی کفار نگاه میکنه و با کدام سیستم ما را میکشونه به طرف بیدینی. الله بر ما این موضوعات مکمل بیان میکنه. قل بگوی پیغمبر علیه السلام ان کان آباکم. مسلمان این نکته را باید در نظر بگیری. بر ما میگه ان کان آباکم، اگر باشه پدرایتان و ابناؤکم پسرانتان و اخوانکم برادرایتان و ازواجکم سیاسرایتان و عشیرتکم خویشاونده و قبیلایتان و اموال او مالایی که اقترفتموها شما کمایی کرده، کسب کرده، و تجارت و تجارتایی که تخشون شما ترس داره، حراس داره کسادها که بیرونق شوه، یعنی ناچل شوه، و مساکن او بلدنگایی که ترضونها خوشتان میآید احب الیکم، این محبوب باشه برای شما. از چی کده محبوب باشه؟ من الله، از فرمان و دستورات الله و رسوله، از عمل و نقشه رسول الله، و جهاد فی سبیله، از جهاد در راه الله. این چیزا براتون محبوب باشه دیگه. ای مسلمان نتیجه را گوش بگی. چی نتیجه است؟ فتربصوا، انتظار بکشه، حتی یأتی الله بامره، تا که آمدن کن الله متعال به امر خود. که تو هجرت نکردی، جهاد نکردی، این گپا را ترجیح دادی، الله متعال جزا را برات میاره. جزا را در حدیث براتون میگم، والله لا یهدی قوم الفاسقین. الله رهنمایی نمیکنه و قومی که فاسق است. فاسق کسی را میگه که حدود الله را مراعات نمیکنه، لحاظش نمیکنه. این تشریحش در حدیث آمده. پیغمبر علیه الصلاة و السلام حدیث ابن عمر رضی الله عنهما است، ابو داود و احمد رحمت الله علیهما روایت کرده. پیغمبر علیه الصلاة ابن عمر میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، از پیغمبر علیه السلام شنیدم که میگفت اذا تبایعتم بالعینه، شما وقتی خرید و فروش بعینه کرده، یک نوع از خرید و فروش است که با تاسف امروز در بازار مکمل امو رواج است. ما مجبور میشم میرم با پول ضرورت دارم، مردکه جنس برما میده،
برای من میگه که ایره برای تو اینی قدر میفروشم، یعنی از قیمت اصلیش کده اضافه. بعد از اینکه جنس ما در دست آوردم، مثلا این لاسپیکر خریدم به 1,00,000 روپیه از دستی آدم، حالان که قیمت لاسپیکر 50,000 است، پس امی مرده که امی لاسپیکر پس به نقد از من بخره به 50,000 افغانی. این مرده که جنسش هم در دستش 50,000 روپیه دین سر ما باقی ماند و 50,000 روپیه را من نقد گرفتم. این را بیع عینه میگه. پیغمبر علیه السلام میگه وقتی که خرید و فروش شما شروع کرده دیگه شما انتظار بکشه.